موندن در خدی کوچه بگردی. از برای خدا دولچه گبانا یا بچه مو هم داریم یا بچه دارم. یه روز یک مایکای سیاه در تنش اومده است دولچه گبانا. یه ترمر دولچه گبانا میدونی چی معنی داره؟ میگه موده های ای کی گرفتیش؟ ایا رفیق من اوتاری چیزا نمیخرم تو. گومشه تیز بر بتش گفتم رود در خاک. رفیق تا بگو که دولچه گبانا دم بخانه سن دو گلوبوی مدلیر دولچه گبانا را نکاح کرده گرفته است. هر دو مرد در نکاح در یا نکاح زندگی میکنن. شما تقلیدی به همون دو گلوبوی میکنه. از برای خدا امروز بود موده شده است کرته ها و مایکه هایی که چیز نوشته شدگی باشه در اون. سبحان الله. هم دورهای سویتی ده یک در انیورسیتت میخوندیم. بعد یک معلم و قصه کرد گفت یک جوان از خارجه بروک جنس خرید است. در زمانهای شوروی شیم جنس دسترس کردن بسیار مشکل بود. در قفاش چیزی نوشتگی. بعد میگیرن وقتی که یک انگلیسی دان ترجمهش میکنه در مسکو نوشتگی به دست در اونجا که یک گی نیکمونی اتکجو در پشتی بروک جنس. سبحان الله. مردک به هزار آبرو و عزت همون را پوشیده گشت است که با لباس جنس. شما اقلا میفهمی که در همون لباسات تو چی نوشتگی هست. از برای خدا رکلمای امریکا کنه، رکلمای SSR کنه، رکلمای دولت‌های نمیدونم کفر دولت‌های با اسلام بیگانه را کنه. بعدی با دعوا میکنه که ما مسلمان هستیم. این چی حالای ای مردم؟ امروز اکثر کلی مدلیرو همون قسمت مخنثا هستن، همون گلوبویا هستن. به همون خودشون موافق کرده استیان مردم. نمیبینی همین خشتکای ایزار تا چند میده شده استیان و میده شده استیان. اهمیت نمیته. سال گذشته در امریکا بودیم. در شهر نیویورک مترو را که گفتیم مترو را نشان ممته که هم متروی نیویورک خیلی باشه. در اومدیم مترو. بعد در هم متروش هم پویزد سوار شدیم. جوانا خاصتا همی زنگی بچه ها با فروشی گازیت ژورنال مشغول بودن. میگردن وگان با وگان گازیت ژورنال بفروشن. یک تاش اومده است در مقابل ما ایستاده است با پشتش طرفی ما. از برای خدا این منبر پیغمبر است، دروغ نمیگم. چند شاهد دارم. شیم پوشیده است، شیمش تسمه داره، اما هم تسمه شیم از مقعد پایانه. باور میکنه اینه جای بندی پودای شیم اینه میجدای. قفا همه توا ترسی که همه ترسی پوشیده است از پایان همه توا. او چی لازم است اوتری شیمه که نپوشیش دمیان نصف والله اینه بندی پودای. حاجی میرزا در پهلوم ایستاده است. گفتم داملا دیدی؟ گفت ای چی در داشته باشست برای چی ایزارش بالا نمیکنم؟ آقا گفتم خشتکش همون قایق جا بالاش کنم. حالا یا چی خوف داره؟ خوف اون است که ان همین مادر اخیر در مردم مسلمانی با تلقین کنن به تاجیکستان بروه. راستی که الحمدلله حالی در تاجیکستان ندیدم، نه که قسم به خدا همین سال در سنت پترزبورگ دیدم. عیناً انم مادر دیدم. حالا یه روز به شما را میآید. ای مردم، ما مردم مسلمانیم، منتالیتی ما دیگه. شما هیچ عقل فراست داره؟ آخه اون مردم انم مخنثی را از روی ادب گمان میکنن، مدنیت میدونن، کلتور. چه شما با هم تقلید میکنی؟ از برای خدا اگر مادام که شیم کستونی خوب نمیوه خشتکش شد. امروز الحمدلله چهورای هستن در همین تاجیکستان که هر نموده که سپارش کنی میدوزند. از دولچه گبانا خوبتر میدوزند. با همون پولی که تو همون لباس حرام میخری تو میتونی برای سپارش کنی در صدبرگ یا در جای دیگر لباست بدوزن. ما نمیگیم که شما تازه و آزاده نباشه. مسلمان باید بهترین لباس پوشه. مسلمان تازه و آزاده باشه. مسلمان خوشرو باشه. آخه این خوشروگی زینت اسلامه. خداوند جمیل جمال دوست می‌داره، نظافت پاکی را دوست می‌داره. اما از برای خدا این چه حال است؟ این همین موده‌هایی که 4-5 سال اخیر میآید این یگانتش مردی انسان آشکار نمیکنه. یا الله. پیغمبر ابی میگه که مربوع بود، 4 پهلو بود. ما با جای آن که مشق کنیم و با پیغمبر خود تقلید کنیم لباسای آزاده و سفید کشاد پوشیم،
تقلیدی با دالچی گبه نمیکنیم، باید مایکای تنگ میپوشن. بعضی خودمرده هست اوخه ابو بدنی قوق تبکی نشون میتی. چی داری تو؟ از برای خدا مسکولاش از پای مرغ در باریکتر همون با در تنش چسبیدگی تو دانو خدا شرم نمیداری شما. نماز میآین، نماز میاد در صف میستر رکوع میکنه، رکوع میکنه مایکه بالا میره، واقعا مایکش نمیقای، شیمش از همین خمگش پایونتر، حتی همون سرشوی مقعد کو جایی که سر میشوه خط، همون خط میتوه از برای خدا. آخه نماز ایت است که جو قبول میشوه. مرد از نوف تا زانوش عورتای سطرش فرضای، و وقتی که شیم شمو در این ای جای یک وجب از نوف تو پایونای، وقتی که خم میشه این میکه تو بالا میشوه، از نوف پایون تو همه میتوه که تو مقعدتونه. از کجا اون نماز شما قبول میشوه؟ قسم به خدا کسی را که از چهار یک حصه عورتش دیار میشوه در نماز، نمازش باطله، نمازش قبول نیست، تحریمش باطل میشوه. آخه شما اهل مسجدی از برای خدا، آخه من نمیگم تازه و آزاده نپوشه، پوشه خشرو پوشه، همین شیم کستون چیزی اون داره، کرته های تازه و آزاده کشاد خشرو چیزی اون داره، و پوشه یک جوان مردی ختونه زیباگی ختونه نشان بتین. یا الله ایچی تقلیدی کرکرانه است. واقعا در پوشیدن لباس تکبر نیست، افتخار نیست. متاسفانه بعضی مردم ما نمیفهمن، میگن این فخر افتخار میکنه لباسی تازه میپوشن. نه، این فخر افتخار نیست، این اثبات مسلمانی است. این اثبات آن است که خدای تعالی نعمتم داده است، من شکرگزاری نعمت خدا را میکنم. در حدیث اومده است، حضرت عبدالله ابن مسعود روایت میکند، حدیث امام مسلم در صحیحش آورده است. حضرت گفت لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذره من کبر. هر کسی که در دلش مقدار یک ذره از کبر باشه داخل جنت نمی شود، خداوند او را از جنتش محروم میگردونه. یک مرد میگه ایستاده بود، گفت یا رسول الله ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا و نعله حسنا. گفت ای پیغمبر خدا، مثلا بعضی مردهایی هستن که میخواهن که لباساشو تازه و آزاده و خوشرو باشه، پاپوشیای تازه و آزاده و خوشرو داشته باشن، همین کبر است. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم در جواب فرمود ان الله جمیل یحب الجمال. ای مردم ساده، گفت خدا جمیل است، زیبا است، خدای تعالی زیبایی را دوست می‌داره. الکبر بطر الحق، کبر پایمال کردن حق است. کبر حقیر و ناچیز شماریدن مردم ای، تحقیر مردم مسلمان ای. کبر پوشیدن لباس خشرو و آزاده نیست. مسلمان باید لباسش تازه و آزاده باشه، باید سر دهنش تازه و خشرو باشه. از این خاطر تقلیدی با مردم بیگانه نکنه. یک زمان ارتیستا را میدیدیم در استرادا لباسای التراستی میپوشیدن زنکو. امروز بچه ها مایکه میپوشن از برای خدا، در افتاب 100 رنگ قطعی میدرخشه. بچه را زیبش اون نیست، زینت جوان مردی در لباسی التراستی نیست. ای مردم نخو جوان خچه با همون رقاصه ها قیاس کنه، نخو خچه شبیه رقاصه کنه. مرد باشه، بچه جوان مرد باشه، لباس های تازه و آزاده و بهتری نپوشه. اما این تقلیدای کرکرانه که با مخنثا هست از بحر این بگذره، این با جوان زیبنده نیست، با مسلمان زیبنده نیست. دین اسلام دین پاکی و نظافت است. مسلمان مردش باید مرد باشه، زنش باید زن باشه. خدای تعالی بر مردهایی که خودشون شبیه زن میکنن و بر زنهایی که خودشون شبیه مرد میکنن لعنت خوانده است، لعنت میگم. از این خاطر هیچ وقت شبیه نسازه. از فرصت استفاده برده به خواهرام مراجعت میکنم، به همه خواهرای مسلمانمان، خواهرای تاجیک ما، خواهرای ازبک، دیگرها که در این سرزمین زندگی میکنن، پدر و مادر مسلمان دارن، از برای خدا از خدا شرم بداره. از بنده های خدا که شرم نداشته از خدا شرم بداره.